خب سلام، صبح بخیر. صبح بخیر، ساعت 9 بجه است. خب امروز کجا میخوایم برین آقای هاشمی؟ امروز میخوایم بریم یک جای خوب سرنوشت عوض کنیم کلا. حالا ببینیم چی میشه، هر چی بشه. البته خواست خدای دیگه. امروز ماریم با خانم بیمارستان، ماریم تعیین جنسیت. بریم سونوگرافی. آره سونوگرافی. خانم سلام کن. سلام. امروز بریم ببینیم چی خبر است. حالا در پال خسور ما دختر میدونیم. خب خسور ما یک پالگر خوبیه. پال کرد دختر حالا شواهد و از کارهایی که، ولی یک چیز دیگر هم بگم بچه ها، میگه که وقت دختر بشه خب بچه مثلا با وسایل های دختر بازی مونه. اینا الان علیرضای ما همجوری بازی مونه، هنوز معلوم نیه. خب ولی خب یک جورای شاید فهمیده شود که دختر باشه، ولی حالا فرق نمیکنه اولاد چی پسر چی دختر. ولی خب دو تا پسر داده، یک دختر هم باشه که خواهر علیرضا و عبدالله شه و یک گریه کن بره از ما باشه، بازم فرق نمیکنه، هر چی خواست خدا. دختر باشه به فرقی نداره. بریم دیر شده، راست میگه بچه. ساعت 10 باید اینجا باشیم، راه طولانیه، با ما خب. همراه باشیم. رسیدیم به مقصد؟ آره بچه اینجا کوسنگی 24 یک مجموعه خیلی کاملیه که ما سر عبدالله و علیرضا اینجا آمدیم. کلینیک نسل فردا. دوستان عزیز، مراسم جشن تعیین جنسیت نینیمونه و منتظریم که اساتید بیان خانه خسور ما امشب جای رفت نشده بیم. مادر خانم و خواهرزن و خسوربرا و آبجی و اینا همه هستن دورم. بعد ببینیم چی میشه. ما از صبح که ذوق دارم و فقط اینجا فیلم بردار سنه ایلا میدنه و دکتر هم گرفته میشون به ایشان گفتن و ببینیم که چی میشه. کارا هم همه رو انجام دادن. خانم سارا توی کمترین زمان. دمت گرم. مرسی. مرسی. عبد تو فکر میکنی بچه چیه؟ فکر میکنم دختر. من آبجی میخوام. آبجی. مسئول خودت؟ دختر. خب دایی تو نظرت چیه؟ ما نظر خاصی ندارم، ولی هر چی باشه خدا امترنگ مبارک کنه. بعد بچه ها دوستا جمع شدن سورپرایز مرا کنن و خود من یعنی از سورپرایز دارم میمیرم. قشنگ داره میمیرید. آره و دیگه نگاه اولاد هر چی باشه فرق نداره. خب ولی خب ما میگیم 2 تا پسر داریم، یکی دیگه هم دختر باشه که اینا آبجی دار بشه، ما هم گریه کن و بیشتر ما حدسم روی دختر. من گفتم دختر یکی احساس کرد. تربیت. خب مادر بزرگ نینی شما چه نظری دارین؟ من میخوام فقط از خدا میخوام که بچه سالم و صالح باشه. چند تا نوسه داره اینا رو بگو. 5 تا از شما، 2 تا از منفی، 1 از منفی، 5 تا. 6 رایه. انشالله هرچی باشه سالم و سلامت باشه. الهی. دختر باشه که خیلی خوبه، چون آرزوی داماد عزیزم و دختر عزیزم هسته که انشالله خدا به آرزوشون برسه. دایی بزرگه؟ نه دایی متوسط. بودو. خب تو نظرت چی؟ پسر که والا خب پسر زیاد داره ماشاءالله. دختر هم باشه بد نیست. خب یعنی میگی دختر؟ یک دختر. خب این دایی ارشده. پای چیزی که ما زود دیدم گرمی کم خوره 2 تا پسر دیگه داره 100% پسره گرمی خوره پسر، ولی اگه دختر بشه اسم شده ما میذارم هدیه. تو میذاری؟ تو کی باشی؟ یه دوتا رو اینجا نمیبینی؟ عمه خاله
یه دونه. اوه زندایی. خب زندایی جان باشه انشالله به سلامتی به دنیا بیاد. به نظر من دختره. اوه. تا الان فقط مهدی گفته که پسره. محسن محسن. دایی کوچیکه. ماشاءالله پسر که زیاد انشالله که یک دختر خیلی خوب باشه. ترکیب پرنده عمه خاله هر دوتا هم یکی هن. دخترامو هم هستن بیابم هستن. خب بگی شما. از روی دانستنی ها و دیده هایی که خودم در نظر دارم من عمه هستم، یک دونه عمه هستم، خوبیش هم هستم. بعد من که از حرکات ننه میفهمم که دختره، ولی از اونجایی که ماشاءالله پسرزاین و از اونجایی که بچه کوچیکه اکثر حسین میگه ما که میگیم عباسه ایشان. تو عبدالله علیرضا عباس آخرش هم بس الله. بس الله. شاید زبی الله هم میشه گذاشت. خب شما ایشون هم خاله. من خالم خیلی خیلی خوب خواستی هم تکم بذار ما تعریف کنیم عزیزم. من از زمان خودم تعریف کنم. بعد هیچ انشالله که دختر باشه. هرچی دختر و پسر بود هرچی خوب بود دیگه. هرچی خواست خدای دیگه هرچی بادا بود. قربون پسرم برم هرچی که خواست خدای. دوتایش حالا چه پسر چه دختر هست میگه خدای هرچی باشه. حالا نظر خودت بگم. از اونجایی که شما دوتا پسر دارین دختر دیگه، من که دختر میگم شما نمیدونم هرچی شما. بعد بچه‌ها یک چیز میخواد سورپرایز شی، بعد سر صدا بشه آدم بیشتر استرس میگیره. خب چازم باشین معصوم جان. چشاتون رو ببندین. دعا کنم. شما چشاتون رو ببند ان خدایا. شاء الله سلامتی و خدای اگر دختر بود پسر بود بره ما فرق نمونه. بیشتر ما حدسم روی دختر. ولی خب دو تا پسر داده یک دخترم باشه که خواهر علیرضا و عبدالله شه. یک گریه کنم نیاز هست. یکی دیگه هم دختر باشه که اینا جدار بشه ما هم گریه کن. سالم و سلامت باشه خب. هر چی بود. دختر باشه. فقط آقا هر چی بود ما راضیم برسیم. ولی پسر من به شما بگم الکی واسه از وسط بزنیم. آره بشمارین از 5 تا 1 از 10 8 7 6 5 4 3 2 1 محمد وجه فرج اسممه رفت این رفتن جان از بدن دیدم که جانم میرود از فردا دیگه نشد از یادش منفک بشیم که این نگاش کردیم نشستیم رو گوشه از دور پاییدیم واسه چیز لبی دو بیتی گفتیم رفت اومد کردیم طنز فارسی انداختیم در جلوت و خلوت را رفتیم رو ریل نیلبک مورای پوش کودکان تو همان آغوش خوش وقتی کسی حواسش نبود تو گرما سرما شمان روزا پشت خط موزاییکا جلو شمشما وایساده خوابیدن ها نیمه شبا قمرها اقربها تو سیگاری کیبریتا. آقا بلوا را بدید و مبارک باشه انشالله. بزنین آهنگ. جعفرشی وایستا ایشالله به سلامتی به دنیا جعفر قرار شد که دخترشونه انشالله به سلامتی کل گلشره شیرینی شام چی شیرینی بده. خدایا ولی الان تورم گیرونی شکلات میده همه رو. شکلات مامان چشش بود. نه ولی بچه ها یک چیزی توی سفره شما دو تا یک سوتی دادین. منصوره گفت که خالش آره نه حلیمه هم دادم یک چیزی گفتی یک سر سفره یک چیز گفت امیر نه حسام. آره داشتم فکر میکردم ولی خب یک جورایی جمعش کردین. حالا خودم بیشتر حس یعنی از 100% 80 یا 90% دختر بود.
چون تابلو بود اصلا سرشب خود خورم کشت. ما سرشب هم رفته بودیم خانهش بچه مبارکی اینا 2 بار 3 باره که زنگ زده چی شد گفت ما هنوز مراسم ما شروع نشده. بعد همین پیشترک نیم ساعت پیش زنگ زد گفت باز ما 1 ساعت دیگه زنگ میزنم. یعنی اونا منتظره، خندلندی ها منتظره همه. و خدا رو شکر که مشخص شد. خیلی یعنی بچه آره امروز اینقدر درگیر بودیم از صبح تا همین الان، ولی روز خوب و مبارک بود. صورتی رو بذار فقط. بچه ها یک کرم عبید بیترسیم. 1 2 3 یه بارم برو دیگه مشکلات بچه داری دید. سلمی عاشقی قلمی عاشقی اوه سلمی عاشقی قلمی عاشقی قلمی عاشقی علی رضا محمد سلطان الشیخ بچه سلطان الشیخ بچه سلطان الشیخ بارا خب دوستان عزیز از همه تشکر میکنم. اول از خانم عزیزم تشکر میکنم. خانمش یکم بی‌ذوقه. محسن بلند شو قشنگ بخند. میشناسن همه همجوری هم دوست دارنش واقعا. خب بچه ها اول از همه تشکر میکنم از خانم و همه حاضرین که اینجا هستن. خاله و عمه و تکش و دایی آبجیما و بچه هایش اینا همه دوستا و از ریان خانم و بچه ها تشکری از سارا فدایی عزیزم که از صبح با ما بودن و واقعا زحمت کشید. قربونت. آره خیلی جالب بچه ها خیلی هم خوب بازی کرد از اول صبح که میدنیست آقا، ولی هیچی نگفت. آره دمامان خامینا هیچی نگفت. خیلی هم جالب خیشتنداری کرد هیچی نگفت تا همین لحظه و واقعا دمش کرد. شما میتونید یک بازیگر خوبم بشید. من 3 تا سلام. همه افتخار مسئول 3 تا سلام. 3 تا سلامات. انشالله همه اونایی که آرزو دارن آرزوی اولاد و انشالله خدا بهشون اولاد صالح و نیک بده و سالم انشالله. حالا شما آره و دعا بکنین بره از ما که این اولاد مسالم بیه. و بچه ها تشکری از خسرمه که ما از اول از پال از ما خیلی ایمان داشتیم. پال از قشنگ گفته که دختره، ولی خب بازم تا وقتی آدم دکتر نره و این چیزا را زیاد محکم نیست. دیگه الان محکم شد دیگه. ولی من نمک ریخته بودم. اونجا فهمیدم که رفتار مسئول خیلی فرق میکنه. نمیدونم عزیزم اسم چیه، اصل میخوام بذارن یا آبینا چیزی، ولی اینو بدون که از همون اول عمه و خاله تو رو تشخیص داد. نه پال تشخیص داد. پال از اول در پال بابم ایمان آورد. ایمان خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ.